دخترها باهوش ترن یا پسرها؟ بکنم دخترها. دخترها 100% پسرها. لباس دختر مهمه یا نوع آرایشش؟ لباسش باید بستگی به جامعه داره. الان جامعه میگن آرایش، ولی من لباس ترجیح میدم. لباسش. پول، قیافه، اخلاق. مرتب کن. اخلاق، قیافه، پول. خب قیافه، بعدش اخلاق، بعدش پول. قیافه، اخلاق، پول. زنها توی جامعه کمتر دیده میشن. نظرت چیه؟ کنم آره. کی گفته تو جامعه زنها بیشتر از مرد دیده میشن؟ نه اینجوری نیست. دختر خوب چطور دختریه؟ خوب باشه دیگه. شماره بگیره زنی نزنه. دختر خوب دختری که حیا داشته. حسادت زن. نظرت چیه؟ آره زن یکم حسودن. خوب نیست. حسودن خب زنها بیشتر حسودن. حسودی هم زیادش خوب نیست. یادش خوب نیست. فکر میکنی باید ازدواج کنی؟ قابلیت که آره دیگه. 100% باید ازدواج کنی. شرایطی جور بشه آره. با ازدواج سر سامون میگیری؟ آره. آره معلوم نیست. زن ایرانی یا خارجی؟ زن ایرانی 100%. 100% ایرانی. یه دختر باید مهربان باشه. باید کمالات داشته باشه، اخلاق خوب داشته باشه، یه قیافه خوب داشته باشه. زن یه دختر باید خوب باشه دیگه. چند سالگی باید زن بگیری؟ 25 بستگی به شرایطش داره. خب اگه بستگی دختر مثلا پول طرف نخورد، خب 25 سالگی آدم ازدواج. 25 تا 27 سالگی. زندگی بدون دختر؟ زندگی بدون دختر زنی نداره. محال تا نمیشه. زن ذلیل کیه؟ مردی که بیشتر بزنش کنه. زندگی کسی که از زنش حساب رو راه دیست هست. مردی که به زنش احترام میذاره داغی ما میگن زن. اگه یه دختر بهت خیانت کرد چیکار میکنی؟ کاری نمیتونم بکنم. دستت توپ بگم صورتش. بیخیالش. دختر جدی یا با مزه؟ جدی. منزه دختر با مزه. زن سالاری یا مرد سالاری؟ مرد سالاری. مرد سالاری. مرد سالاری. شده بگی ای کاش دختر بودم؟ نه واسه چی بگم؟ اصلا. کلن دوست دختر داشتی؟ آره داره دلش. خب ما با 3 تا پسر در مورد خواسته هاشون، تمایلاتشون و مسائلی که به صورت روزانه گاهم یا شاید هم بعداً درگیرشن صحبت کردیم. دیدیم که 3 نفر با سلیقه‌های مختلف نظری مختلفی هم دادن. این 3 نفر تا حدودی ما رو با رویات و خلق و خوی پسرونه آشنا کردن، هرچند یه برخی جوابا کامل نبود ولی خب به صورت کلی دختر و پسر 2 تا جنس مکملن که هیچ پسر یا دختری نمیتونه ادعا کنه من به طور کامل از جنس مخالف بدم میاد. شاید توی شرایط خاصی نظرمون کمی تغییر کنه ولی کامل نمیتونیم این مسئله رو نفیش کنیم. پس بیاد یکم با هم مهربون‌تر باشیم.